همه ما از ماه رمضان با سرور و شادمانی استقبال میکنیم، اما به راستی علت این سرور و شادمانی چیست؟ برخی از مردم ماه رمضان را ماه سرگرمی و رفاه طلبی قرار میدهند و وقت خود را پای تلویزیون و دیگر رسانه ها میگذرانند و حتی مهمانی ها و شب نشینی هایی برگزار می کنند که آکنده از معصیت خداست، در صورتی که رمضان باید متفاوت از سایر ماه ها باشد. رمضان فرصتی از سوی الله متعال برای ماست تا کارهای شایسته انجام دهیم و توبه کنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را از هدر دادن فرصت رمضان برحذر داشته و فرمودند خار و زبون باد کسی که رمضان را دریابد و گناهانش آمرزیده نشود. همچنین فرمودند چه بسا روزه‌داری نصیبش از روزه فقط گرسنگی است. فرصت رمضان فرصت طلایی است، پس در رمضان وقت، عقل و سلامتیت را به الله و کارهای شایسته هدیه کن. شب گرچه برای برخی از مردم زمان روی آوردن به کارهای ناشایست و بیهوده است، اما حقیقت فرصتی برای انجام عبادتهای بزرگ است. به نماز شب و نماز صبح توجه ویژه داشته باش و همینطور نماز جماعت در طول ماه رمضان و سایر ماه‌ها. خانه و جلسات خانوادگیت را از هر تهمت و غیبت و سخن ناشایستی پاک بگردان و همواره این فرموده الهی را در وصف مؤمنان مد نظر داشته باش که می‌فرماید و آنان که از کارهای بیهوده روی گردانند.